در روز دوم پس از وقوع سیلاب ویرانگر در ناحیه 13 کابل، تیم ما به محل حادثه مراجعه کرد تا وضعیت خانواده‌های آسیب دیده را بررسی کرده و نیازهای فوری آنها را شناسایی کند. این گزارش به منظور فراهم کردن اطلاعات دقیق‌تر برای حامیان و دونرهای محترم تهیه شده است. بسیاری از خانواده‌ها هنوز در مکان‌های موقتی زندگی می‌کنند و شرایط بهداشتی بسیار نامناسبی دارند. کمبود آب آشامیدنی و مواد غذایی اساسی به شدت احساس می‌شود و خانواده‌ها در تلاش برای تامین نیازهای اولیه خود هستند. تیم‌های امدادی در حال توزیع مواد غذایی و اقلام بهداشتی هستند، اما نیاز به کمک‌های بیشتری برای پوشش‌دهی و تمام خانواده‌ها وجود دارند. برخی از خانواده‌ها نیاز به دارو و مراقبت‌های پزشکی دارند و وضعیت سلامتی برخی از افراد به ویژه کودکان و سالمندان نگران کننده است. بسیاری از ساکنان به دلیل از دست دادن خانه و دارایی‌های خود دچار ناامیدی و اضطراب هستند. احساس عدم امنیت و ترس از آینده بر روحی آنها تاثیر گذاشته است. ما در بنیاد اوج به شدت نیازمند حمایت‌های شما هستیم. این خانواده‌ها در شرایط بحرانی به کمک فوری و مؤثر نیاز دارند. کمک های شما می تواند به تامین نیازهای اولیه مانند غذا، دارو و پناهگاه برای خانواده های آسیب دیده کمک کنند. همچنین می توانید با ارائه اقلام مورد نیاز مانند آب، مواد غذایی و اقلام بهداشتی به این خانواده ها کمک کنید. با همکاری و همبستگی ما می توانیم به این خانواده ها امید و زندگی جدیدی ببخشیم. لطفاً به این دعوت پاسخ دهید و با ما در این مسیر همکاری کنید. حمایت های شما می تواند تفاوت بزرگ در این زندگی این آسیب دیده ها ایجاد کند و آنها را تحت پوشش قرار دهد. بانو مرادی، بنیاد اوج. یک اتاق اینی هم اتاق دیگه که دروازه‌ش باز نمیشه. الماری اولو رقم بخیر طرف ترجع دروازه هم اینیده باز نمیشه. دروازه به نام یاد خدا سگنه قنبری هستم، یک تن از گزارشگران بنیاد اوج. قسمی که میبینین از سیراب دیروز ما اینجا آمدیم که گزارش تهیه کنیم. قسمی که میبینین اینجا خانه یکی از شهروندان بخش شهرک مهدی هست که در این قسمت یک کارخانه شونه که کلا آب داخل شده و تمام وسایلشون گدوه شده و همچنان در این قسمت خانهشون که در ته کوثر در کل آب گرفته که فکر نکنم رای باشه که ما مثلا داخل خانه شویم و همچنان در این قسمت وسایلی که داخل خانه بودن و زیر آب شدن اینا کشیدن که دیگه تقریبا در کل قابل استفاده نیست. خودتون میتونید مشاهده کنین که وسایل دیگه در کل از کار افتادن و همچنان در این قسمت یک چای آبی هست که با وارد شدن سیلاب چای دیگر آبی پاک برای خوردن نداره و دیگر قابل استفاده نیست و همچنان وقتی که سیلاب شروع شده و به این طرف آمده دیوالای اینا را از قسمت بالا در کل تخریب کرده. این دیوال که شما میبینید قسمی که میبینید طرف بالا راه آب بوده به
شدت آب به او خاطر دیوال کلا تخریب شده و آب داخل حولی شده و حولی را در کل تخریب کرده. و همچنان این قسمت دیوالم در کل تخریب کرده چون دروازه ورودی از اون طرفه و این تانکرم در کل شکستانده. این تانکر آب شکستانده. سلام علیکم، وقت شما. علیکم السلام، وقت شما بخیر. تشکر. میشه معرفی داشته باشید و بگویید که حالا دین روز که ما خود من نبودم خانه ما زمین در همین دیوالا که چپا کده بود تو دارم سیاسرم همینجی مبینولی بود. یک دفعه در ما زنگ زد گفته که چشارم کلی سیل بود خانه رم. از اونجا ما اینده کلی خشک بودم. موترم نمیمد کوچه در کوچه از مبینو خیز آمادم تقریبا 10 دقیقه اینجا مبینو خودم مینداختم کوچگی نمون. گفت خانه رقم که شده توزدستان مبینو خود ننداز. ما اونجا صبر کردم. یک لحظه آمدم که همین دروازه مکمه چپشته از اینجا آمدم صدا کردم. هرچی صدا کردم که سر صدا نامد از خانه رفتم که خانه پر او همینطور این تا چه شاید یک چورنوخوک در چد من داشت زیج بند و ما گفتم کلی زیاد دیگه زیر آب شده. بعد از زمین این طرف خیز کو این طرف خیز کو از همین همسایه فضل خدا اماد گفت چوچای تا سری بام از زینه بور شده چوچای تو جوره. گفتم الحمدلله چوچای جوره دیگه. یعنی دیوال یعنی از اینجا آمده کل بیشی خشتای خام بود واس نبود واس نداشتم که میره خشت پخته دیوال میکردم دیگه. یعنی میتر مندم میری خدا یعنی مالیم الله اگه یک دونه واس باشه دنیم ایران مندم که نیست کار. اولی از دیگه برادرم هم است از ما و نمو چخری که است و نمو حقی خود میه ای از برادر میه که او اول فعلا انجینیه. مسا ما یعنی می پیام میه که دیستی از مو غریبا را که یعنی می رقم بسیار زیاد خساره من چیزی که اجناس داشتم در خانه دیگه مکمل دیگه خراب شده چیزی نمانده. اون انواری کن بر سیل کو چیزی ظرف بود چیزی که کالای پوشکه بود خوراکه بود هیچ چیز نمانده کلگیشم زیر آب شدم زیر مرد که نمال از دستی مرد دید ما رفتن نمیتیم چیز شی بردم معلوم هم نیه چیز شی مانده. مقصد اون دیوال شکاف کردم. بعد از اون یه همی کوچگیم بچارگو زنگ زده در تانکر فاضلاب بازو آمد همی آوش را بگاه کش کرد. بگاه که ونمو آوش را تانکرهای چیز آمد فاضلاب ونمو آوش را کش کرد. ما خودم که در چرد نبودم همی کوچگی بچارگو ونمو همکاری کرد ونمو را آوش را کشیده. میگن پیسهش هم تبال آمانده که والله مخص پیسه نداشتم زرزاری که کلش گرفتم که ما یک دفعه تا یک وقت هم یک قرض کرد. یعنی چای هم که سیل آمده و کلش چای هم سیل رفته ولی او بازک بود او بازک زیری لای مات شده دیگه هیچ او ما هم مال ندارم. زنده بشه. شما هم تشکر.